فلان عاشقی را خراب نکن. این محبتی که داری، دوستی که من داری، قدری که من دوست داری را خراب نکن. که من میفهم که تو من دوست داری، عاشق من هستی تو. من احساس میکنم مردم هم میگه که دنیا عاشقت است. من همون روزی که پیش اومدم من فهمیدم تو عاشقم هستی. عشق از چی پیدا میشه؟ بله؟ عشق یک مرد در دل یک زن از چی پیدا میشه؟ عشق یک مرد بده ایده گمیر دوباره بپرسی. آن از این لبا پیدا میشه، از این لب سرین. تو همین همت که میکنی که من میگی من تو را دوست دارم، همین دوست داشتن که در دل من جای گرفته باشه از چیست؟ چرا شوم؟ یک مردی که مرا رسپکت کنه، یک مردی که مرا احترام کنه، من او را راستی که دوست دارم. تو اشتباه میکنی. تو اول خودت مردی که با من رسپکت نداشته که من خرج تو را دوست دارم. نه تو اشتباه میکنی. تو عشق خودش به زبان نیست. یک حرف تو حاکمیت داشته باشی که والا من اینو که یک کار کردم که دنیا مرا دوست داره. تو نمیگی یک کار با من بگو چی کردی با من. تو چند وقت که مرا میشناسی؟ خیلی وقت میشه. صدایت نمیاد، صدایت بلند گپ زن، بلند گپ زن. مرد زن که عاشق مردی میشه از پولش نمیشه، به گوشت باشه، تا مقبولیش هم نمیشه. احترامی که به زن سامان هم نمیشه، میشه به سامان میشه یا نه؟ سامان کن. نه سامان چی سامان؟ مقبولی نه، سامان نیست. پس چیست؟ تو میگی زن مقبول تو عاشق یک بچه چی رقم عاشق یک بچه میشی که سامان داشته باشه یا قد داشته باشه یا قواره داشته باشه یا زدنش خوب باشه یا کارش خوب باشه یا پولش خوب باشه یا کیسه پر پول باشه یا موتور لوکس باشه، بایسکل باشه یا پرویز قلندر باشه یا همه کاره باشه مثل من؟ چی؟ بلند گپ زن. من روزی کسی فکر کنه که دنیا عاشق شده، شاید تو روز من نباشم، کسی دیگه باشه، من نباشم. من یک وجود دارم که هیچ وقت عاشق نمیشم. من این خودم میفهمم. آفرین، کار خود. تو یک چلسی آدم هستی، تو عاشق نمیشی، تو فقط خوش داری ساتیری خود بکنی. باور کن. اگه به عنوان یک زن گپ بزنیم، یک زن وقت عاشق یک مرد میشه که او مرد هیچی برش نکنه، فقط احترام کنه به عنوان یک انسان. حالا یک نفر میگه یک زن وقت عاشق میشه که سامان بچه کلان باشه و پرویز قلندر باشه. میگه سامان دختر نمیگه گپ بزنی روی فریب کته زبو دختر احترام کن، بر روی فریب امرایش پیش برو. خیر تو خب اصلیت نمیتونی احترام مردم میگه پرویز قلندر خیلی بی‌تر است از دنیا کرده. فریب امرایش احترام من پیش برو، امو دخترها عاشقت میشن. باور کن میره روی چال پیش برو. حال دنیا جان به نظر تو یک عشق دخترها که عاشق میشن به سامان عاشق میشن یا به چرتن یا به قلب یا به سامان یا همه کاره باید مثل باشه؟ ها؟ دل دختر کس هر رقم هستم. تو عاشق دخترها. تو یک بچه رو میگیری که مثلا مقبول باشه، لوکس باشه اما چیز باشه، سامانش سکو چه مثلا بدرنگ باشه اما سامانش مثل پرویز قلندر باشه، لوکس باشه سامانش، میگیری تو بچه رو بد اخلاق هم باشه، سامانش خوب باشه اما بد اخلاق باشه، دیوانه باشه، کله خراب باشه اما خوب اون زدن و کشمش لوکس باشه. چوب کرد نه چوب کرد نکرد. من جواب ابله‌ها خاموشی بهتر. دنیا جان چند تا شوهر کردی طالب زندگی؟ چند بار شو داشتی طالب؟ سوال است که تو سوال شخصی میکنی، مرا میخوای بشناسی، من تو رو میشناسم. چند تا شوهر کردی طالب زندگی؟ 10 تا. 10 تا یعنی 10 تا که به داخل تو برفته بس بیرون شده 10 نفر. این 10 نفر کجایی بود بچه‌ها؟ کجایی بودن اینا؟ کجایی بود بچه‌ها؟ ها؟ برای تو چی بچیش؟ خب من تو رو ما بشناسم، تو مرا میشناسی، تو سوال کردی از من هم سوال کنم کجایی بودن این بچه‌ها؟ 10 نفر بوده. کجایی بود؟ هر جایی که بود سیاه بود. به یک بچه میگه سیاه بود، سفید بود، کجایی بود؟ سفید هم بود بینشان، نه سیاه و سفید هم بود. ها؟ هر کسی هر رقمی که هست او تو 1001 رقم گپ داری، من 1001 رقم گپ دارم. او را سکوت تو حالت بده. داستانت راست میگه، هر داستان. خود نمیخوای که من تو رو بشناسم دنیا جان، نمیخوای که من تو رو بشناسم، مردم تو رو بشناسن. تو نمیخوای چرا خود تنگ میگیری؟ چی؟ شناخت ضرورت ندارم به تو بتم.
خب مردم بشناسن که ببینن چند نفر تیر و بیر کردن. کسی را دوست دارم که مرا با گندگی هم دوست داشته باشن نه با بهتری هم. خب ما گفتم در گندگی های هم هست، ما خوش داریم بعض وقتا میته چیز میکنیم. دخترها زیاد هستن به تیک تاک. وقتی با گندگی هم انتخاب کنی سوال نکن. ما که دخترها رو ملاقات میکنم، دخترها رو چکرهای خودم میزنیم، دخترها میان بلایفم تا که یکی را خوش کنیم. نه ما تو سوال کردیم چند تا گرفرند داشتی، چه وقت جدا شدی، چرا جدا شدی؟ دیشب زنگ زدی گفتی چرا گرفرندت کجاست؟ گفتم گرفرندم رفت حالا جدا شدیم فلان. خدا پس لطفی کنی. دعا میکنیم بعد. الهی آمین. باز اگه من برای دوست دختر خود باشم باز مرا دیگه نمیبینی به تیک تاک، خلاص است. زندگی داغ جون. من 1000 تا دوست پسر در تیک تاک دارم. تو نه دیگه. ریلیشنشیپ های بچه‌ها دیوانه نیستن، دخترای زیاد است به تیک تاک. در دختر است، من همراه دختر دیگه باز اگه داستان ما همراه تو ختم شد باز دختر دیگه رو سیکو میارم به تیک تاک، باز سیکو گیم دیگه رو سیکو. اما فعلا خودت تو هستیم گپ میزنیم دختر خود سیکو دنیا جان. من نمام که تو اینجا بگی یک نیم ساعت میشه خود بخیر که رقم کردی خود تنگ میگیری. پلیز استاپ this. استاپ کوماره پلیز دنیا listen stop this okay. This is going to be a problem. Stop this shit. ایره استاپ کو خیلی خرابی میکنی حالا کم کم خودت چیز میکنی. To be honest with you. ندارم. تو که میگی کی رقم استاپ بس شیر گپ مفته الا که به خدا قسم حساب خراب میشه. بیا آدم باری گپ زن خسته کردی مرا. درست گپ زن بیا خودت قصه کنه گپا رو چنج کو. Just leave it please. Can you do that? Okay. Please stop this. That's all. Thank you. میبخش من هیچ وقت برای تاوین نمیکنم. میره راستی اما میت شوخی میکنم، شوخی داخل خودت هم میفهمی مرا میشناسی. You know that's oh what's up buddy? You good? Yeah. You know هیچ وقت برای تاوین نمیکنیم، تاوین هم نکردیم دنیا. بیگم چوب بیا گپ چنج کو، تاپیک چنج کو تو بخدا. You know just let's talk about something else. You know what, let's listen to this. I like you and also you know I like all the ladies. You know I just love to joke with you guys. Are you thank you? من تو را خوش دارم مثل تو 100 تا دیگر در تیک تاک خوش دارم. I don't care. میفهم I know. باز برای میای میگی پرویز جان تو نابغه هستی، تو بیتر هستی، تو سامانت بسیار کلان است، تو لوکس هستی، تو ایتور هستی، تو اوتور هستی، تو چای میاری، تو نابغه هستی. راست میگی. تو دامت تعریف داری. تو رو برق میگیره. تو یکدم تو با خود نیستی، یکدم میای بچون کامنت ها میخونی، مردم تو رو کامنت زدن چی گفتن، یک زدم والا من نمیفهم کی اومد تو رو دوچ خود باز چیز کردی. میای میگی پرویز جان من تو رو دوست دارم، باز حالا میگی او من تو رو دوست دارم، دخترها مختلا زیاد هستن، بچه‌ها زیاد هستن. چی میگی تو؟ بچه‌ها زیاد هستن مثل من کسی نیست. دیگه مثل من به خو نمیبینی. به تاریخ تیک تاک افغانستان دیگه مثل پرویز قلندر آدم نمیبینی. من رو راستی میگم. باز روزی میفهمی که من از تیک تاک برم یا روزی میفهمی که من یک دختر از تیک تاک بگیرم بیارم به داخل تیک تاک عروسی کنم، میگه پای که زدم، باز وقت میفهمی که میگه والله بچه یک بچه بود پرویز قلندر. تو میری امرای بچه ها دو روز امرای ازی رفتی، دو روز امرای ازی رفتی، تو رو رخصت کردن نه وارد دارن نقد دارن. تیک ندارم زندگی من تیک تاک نیست، نمی لازم قطعش کنم صبح نیست تو ما خودم ما پروای تیک تاک دارم. ما پروای تیک تاک دارم. به نظر تو با زور خودم میارم میدلم نمیشه در تیک تاک ما بیا چیکار تیک تاک؟ به نظر تو زندگی اصلا تیک تاک. به نظر تو من پروای تیک تاک دارم؟ داری. از کجا میفهمی که دارم؟ من دیشب برات نگفتم که ندارم. من میایم امرای تو از ریسپکت امرای گپ میذارم تو حضور آب مرا لچ میکنی به خاطر پروای تیک تاک داری، مردم خوشحال میسازی بالا کردن. ما حقیقت خود به تیک تاک میگذارم. مرا کسی خوش کرد خوب، خوش نکرد می رقم است. من دروغ نمیگم به تیک تاک. ما حقیقت خود به تیک تاک میگذارم. من امی بچه‌ای که خود ما هست، این وطندارا دخترها بچه‌ای که خود ما هست، من میخوام اینا حقیقت مرا بشناسن. من گفتم زن میگیرم، یک دختر میگیرم از تیک تاک، عروسی هم میکنم به تیک تاک، گپایی که برزدم. دنیا دختر خوبی هستی اما تو رو نمیشناسم. دختر خوبی هستی اما کلت خراب است، چرسی هستی، رقم هستی، بعض وقتا شورتی میکنه رگای سرت. من با خاطر این بعض وقتا به سر تو شک میکنم. اون روز هم به پیش اومدم یک رقم بودی، رقم شورتی میکنه، خوب هستی، یکدم کلت خراب میشه، باز برقت میگیره. من تو رو دیشب چی گفتم؟ نگفتم با خدا قسم بلاگ میکنم، تو گفتی من حوصله ندارم. نکو بلاگ میکنم، اصلا تیک تاک قطع میکنم. پلیز استاپ دیس. let's start it over. بیا دوباره از سر شروع کنیم. یا امیر ادامه بدین. گپای چتی رو گپای گفته خودت چتی متی رو اسکو. Please. If you have something new, if you have something nice to say, I'm here. میگی بگو.
هر چطیاتی میگی بگو 5 دقیقه بعد بگو پس از سر شروع میکنیم سیس. No, if you have something nice to say, I'm here to hear. Okay? If you have something nice to say. بگو یک چیزی. اگه میتونی یک چیزی بگی بگو. میگه پرویز آمدم. سارا جان سلام. آن سارا جان سلام خانم جان چطوری بابا؟ خیلی خوشگلی یا خانم شالا جونم. آن سارا خانم آمد شابی آمد به لایفم. سارا جون شما چطوری خانم بلبل؟ راج کمال خداحافظ برادر. سلام شالا جونم. عشق من کجایی بابا؟ خیلی خوشگل شدی یا شالا جونم. خوبی پر مریم جان سلام. سعی که دخترها آمدن به خدا مریم سارا اینا کسایی که بالا آمدن خدا میورز گپ زدن. سارا جان یک چند تا گل بزن به هلند به استرالیا هم زندگی میکنی بزنس هم داری یک چند تا گل بزن که من ببینم که میتونی گل بزنی یا نه بزنس داری ایرانی هم هستی دخترای ایرانی خیلی بزنس خوبی دارن. سارا جان یک چند تا شعر و پلنگ بزن که ببینم میتونی بزنی یا نه. دنیا جان ما که ما هم دیگه بشناسیم با آینده اگر بشه به خیر خوشی آشناشی بیشتر. به کی بگم I love you؟ ای جاکی هست مرا دوست دارم میگه بگو I love you مام گفتم بار میگه بگو نو بعد میگم تو چی تو مصروف باش من بعد کردیم اوکی سارا جونم من شما رو خیلی دوست دارم سارا جونم به خدا نمیدونم چطوره باید بزنم میگه چطوری باید بزنم خانم جون شما برین توی اون چیز برین اون چیز اون چی بود اسمش داخل اون چیز کلیک کنم چی میگن چی رقم گیف میزنی I don't know how to but you know how to send it داخل اون بزن داخل اون چیز میذاب بزن میتونی بزنی همین رقم از کجا گیف بزنی چی رقم میگه نمیتونم چی رقم گیف بزنم میگه مام شعر بزنم سارا میگه ایرانیه سارا جان ایرانی خودختل خوشگله سارا جان شعر که میخوای بزنی عکس شعر رو بزن دو بار بزن یه بار بزن شعر بعد دوباره بزن شعر یه شیر میاد طرف ما آره اوکی انم اینجوری خالد بیامد او ان خالد سلام برادر سلام بود باش برادر سکو دنیا سکو بیامد نفرا او ان بزنید دیگه سارا جان میرم شعر که بزنید دست خو بالا شعر بزن سارا جان بالای دکمه شعر یک دونه شعر عکس شعر داره شعر و پلنگ یه شیر خوب بزنی شما پلنگ باشه اسمش پلنگ یه پلنگ خوب عالیه دیگه آره دیگه سارا خونم سارا خانوم خیلی ممنون دیگه جیگر جونم عشقی ممنونی بابا دیگه شما خیلی عشقی بابا جونم خیلی خوشگلی ها شالا جونم کجایی بابا خوشگل من شما گلا رو بزن دیگه خانوم جون یه شیر بزن شالا جونم یه شیر بزن سارا جونم یه شیر بزن یه شیر خیلی بزرگ بزن یه جوری شیر هم بزنی fuck you love you ایرم هم داخل کن تو دیگه تو مصروف خودت باش مصروف نیم تو به هیچ کس حق نداره love you بگی تو را غرض نیست بگو I like you نگو love you نگو مرا غلط تو نمزاد آینده مستی باید به هیچ کس love you نگی با خدا I love you too گو آره دنیا تو با لایف ما آمدی وعده دادی ما تو نامزاد هستیم هیچ حق نداری که تو love you بگی به کسی دیگه you can't say love you to anyone just to me only for me سارا جونم کجایی بابا یه گل بزن دیگه خانم جون یه شیر بزن که دیگه همش حل شه دیگه بعد من به شما میزنم دیگه تا صبح او چیه در دستاخریت میکنن شما همین بچهای تیک تاک هم بین تنها کاری که من نمیکنم اون کارا رو میکنم اون کارا نمیکنم خوش ندارم بچه‌ها هم شما کارهای من کاپی میگن این هم یاد نداری عدل امور خوب صحیح بکوی هوایی بده یک 20 چرخ بده آفرین نه ایت نکردی درست انداختی و کلتان یک ماچ روان میکنم ایمو آی بیتره ای تو بیتره است می حالت بکنم میشه میده پوف کو توی بی باید بوس تو باشه پوف کو پوف بیتره است او تو بیتره است چیز سارا جونم خیلی ممنون سارا جونم خیلی ممنون خالد برادر تشکر سارا جونم یه شیر بزن یه شیر بزن دیگه حالشو ببریم دیگه ما حالشو ببریم خانم جون چی شود شما یه شیر خوب بزن دیگه حالشو ببر ما با خود احترام کنم نکنم چطور کنیم خدا انت یک آدم در سر راه ما آورده دیگه حالا تقدیر از خدا داده که چطور کنیم اینمی تقدیر ما شده بزن چطوری میگه چطوری بزنم سارا جونم برو داخل امو رقم گل میزنی بالا برو عکس شیر you know عکس شیر پیدا کو سارا جونم میگه سارا میگه چی رقم شیر بزنم ما شیر بزنه سارا به کم بیزنس داره سارا به اونجی شیر مر برای از ارزش نداره سارا جان داخل برو عکس شیر بزن عکس علامت شیر کلیک کن بزن شیر میاد یه شیر خیلی بزرگ میاد
اگر شیر بزرگ بزنی خیلی خوب میشه خانم جونم. یه شیر خیلی بزرگ بزن که این خانم داره اینجا بالا سر ما داره گیم میزنه. تلفن من 35% چارج داره 35%. اوکی نیم ساعت یه ساعت دیگه میشه. باز چارج میزنه باز پس میام. میشه تا صبح تا صبح لایفیم. بچهش عارف عزیز چی کنیم؟ خدا در نصیب ما اینه تو چارسی شرابی قمار باز کرده. کجا بریم؟ پشت مجبور هستیم میره تحمل کنیم. تحمل کن جگر جان. عشق منی تو من تو دوست دارم. تو مرد دوست داشته باش. تو عشقی. تو بهترینی. تو خودت باشی. با خدا خوب انتخاب کردی. با خدا بهترین انتخاب. هر کس که زن ما بشه با خدا قسم خوشبخترین. با خاطر چی؟ خوشحالترین. هر روز خودت چکر میزنیم ساعتی میکنیم اما 50-50 به فکر پول نباشی که ما آدم مصرفا خود باشه. ما خدا خودم شکر میکنم. هیچ وقت فکر پول 50-50 That's all. I let you know دخترا 50-50. سارا جان شیر بزن او بیا ماش. سارا جون بزن یک کلا بزن شیر بزن کلا میشه بزنید. خانم جون نمبرش بالا شد دیگه. شاله جون این گلا رو چیکار کنم؟ من گلا رو بزنم تو گلدون. گلا رو بذار تو گلدون خانم. بابا بازی رو باختیم آخه گلا رو بزن تو گلدون که گل بشه دیگه. میگه نمیشه. میشه خانم. دوباره بزن. این گلایی که شما میزنی باید بذاری توی گلدون. گلدونی من. رکات خوبی من. آدم نورمال بودن نخواد تانستیمو. گلدونی من. ها؟ میشه که دو نقطه گپ بزنیم جنگ میشه تو. چرا؟ تو چوب باش. ما با تو جنگ میکنه زود. خیلی جنگ میشیم با خدا. این گپای ما از وقتا خوب پیش میره. از وقتا جنگ میکنه. بیتر کارون باشه. این موناست که چی نیستن. کنکشن صحیح نیست. نه کنکشن خوب است. هر دو نفر باید چارج زده باشیم. باید تو هم در حالت زدن باشی من هم در حالت زدن. یا تو هم باید دیر بزنیم. هر دوی ما چرسی شرابی هستیم. این مشکل است. باور کن من تجربه میگم برای. من چرسیتم شرابی. با خدا اگه تو هم دو دانه بیره بزنی من هم دو دانه بزنم با لایف بیایم بهترین است. با خدا یا چارس بزنیم. چارس بزن من هم چارس بزنم تو هم چارس بزن من هم یک دماغی رو بزن. چارس بزن کش میکنه. نه یک مشکلی است که چی گفت خدا. سارا جونم چی گفتی؟ من گفتم بزن هر چی میزنی بزن بعد از اون بیا لایف. یک چارس بزن یک سیگار بزن یک نسوار بزن. دیشب میفهمی چه خودی دام؟ چرا که من یک گپ مثلا یک مشکل است. من میرست تو میگم من رومانتیک بودن نمیتونم. چرا؟ تو نه من هم کته هر کس ریال لایف این مشکل من همیشه کردی. زیاد سنبه شدی به خاطر که زیادی بریبر رفتی. زیاد ساتری کردی دیگه. دلت از زندگی زده از عشق و محبت دیگه دلت زده. دیگه خوش نداری عاشقی کنی به خاطر دلت بشکسته. دیگه خوش داری دمیت یک کلت یک دم به این راست یک دم بو رقم هوایی هستی. میگم you're lost. Maybe you're lost because you can't be loved. من می رقم گپار خوب چیز نرم گرم یاد ندارم. از این مشتوکی یاد ندارم. چی میگی تو؟ نه من میگم خدا یک نفر نمیتونی طاقت کنی. به خاطر اینو گفتم یک رفیق داشته باشم که بیای باز اختم. باور کن. میگه سلام علیکم برادر سلامت باشی برادر. میگه سلام علیکم آجی پرویز عبدل پرویز مشرف رئیس جمهور آینده افغانستان. سلام برادر. دنیا سه یک نفر نوشته کرده. دنیا یک نفر چی نوشته کرده؟ سلام علیکم آجی پرویز نابغه مشرف رئیس جمهور آینده کشور بهترین تیک تاک. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با خدا اسمش چیه؟ صفحه رسمی آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران. او 20,000 فالوور. اولی شت. پرویز از دنیا پرسان کو سایز چند است برادر؟ نمزاد نمیشه دیگه. این گپا باز سایزا رو به شما میگم وقتی که زن میشه دیگه. سایزا مهم نیست. لباسا بازار دستش میگیرم امروز میریم چکر میزنیم. فیلم عروسی رو باز میبینیم. از دنیا بپرس چند دانه دوست پسر داشته باشد قلنده. آیا این دختر عاشقت است؟ شما با هم میخوریم. برچش عاشق است نیست خدا میفهم. بچش کی میفهم؟ سگ پشک هستیم. عاشق چی هستم؟ سگ و گربه. جنگ میکنیم. عشق عاشقی اصلی هم او است که باید سگ و گربه باشی. سگ و گربه نباشی و عشق و محبت نیست. تو گربه هستی من سگ. من تو رو میخورم بعض وقتا. من سگ هستم تو رو میخورم. تو رو میجام گردنت میجام. آیسته میجام که خون نشه. باز دماغت باز بغل گوشت میجام. باز بغل گردنت باز زیر شانه‌ت باز او بغل. همون در پایین. You know I shower you with kisses. من تو رو بوسه بارون میکنم دختر. بوسه بارونت میکنم شب تا صبح.
اینقدر بوس بارانت کنم که دیگه دست پایت به لرزش خود تو دیگه میتونی بگی خو بری زوف کنی. باور کن دنیا جان اگر زن ببشی تو را روزی 20,000 تا بوسه میکنم از تمام چی رقم تو بوسای میکنم که دیگه که خوش تو بیای. اولین بوسی که بکنم میفهمی از کجا میکنم؟ از راستی میگم بگم از کجا. میگه دنیا رو بگو انگلیسی گپ بزن. اوکی let's speak English. انگلیسی یاد داری دنیا؟ پښتو وایم. پښتو بگو تو افغانستان نیستی پښتو بگو نه یاد داری؟ تشکر برادر. او استلم است جوړې په خیری سکوي اندیواله سکوي زما اندیوال کې وطندار کې په مطابق کې بدل جنرال دستوم ول جوړ شوی دی اخون گفت ملا کوي دی سلامت باشه برادر. شورت الله پښتو بویږي نه بویږي برادر. شما پښتو میفهمی ما پښتو میفهمی شما نه میفهمی. ما گفتی ما شما را گفتی اگه شما فیرا پی بگویی کافر هستی برادر. شما کافر نباشی وطندار. ما وطندار هستی وطندار. شما اگه کافر باشی بسیار کافر هستی. ما کافر نیستی شما کافر نیستی برادر. هر کسی که فیرا پی بگوید کافر شما باید کافر نباشی برادر. مسلمان هستی برادر کافر نباش وطندار. اکسنت خود تغییر بده خیالش پشتو گپ میزنم. برو پشتو گپ. تو فارسی گپ میزنی در اکسنت پشتو. اوکی برو چی بگویم؟ من چی؟ پشتو من نمیفهم که تو چی میگی. هر چی که من بگو شما هر چی که میگی بگو ما نمیفهمی. ما پشتو نمیفهمی پارسی نمیفهمی. ما وطندار نداری. تو اول لسان وطن خودت یاد بگیر پشتو یاد بگی فارسی رو یاد بگی باز بیا انگلیسی رو گپ بزن. پشتو یاد بگیر فارسی نمیفهمی. ما فارسی نمیفهمی. ما یاد نداره فارسی نمیفهمی. ما یاد نداره. شما دختر یاد داری. ما پشتو نمیفهمی. شما میفهمی. هر کس فیرا پی بگوید کافر است کافر. این کافران آمدن اینجا کافر هستن. سلامت باتید کافر سلامت باش برد. اگه باختم من قلاق تو را میگیرم. ای الکه سنگی جوری بخیر سکی وروره کورت خیر دی سکوی اندیواله سکوی کورت خیر دی سکوی ای الکه سر دیگه گپ من گوش نمیگیری. جوړ دی بخیر د بیا جدي زنګ الک سلامت باشه ډیر شایسته اندیوال دی ډیر شایسته زما اندیوال دی وروره کورت خیر دی خیزه زغلندر ز نابغه جهان جنرال دستوم وال جوول شوی دی اخوند گفت ملا کوي دی آقای جنرال دستوم وال جوول شوی دی اخوند گفت ملا کوي دی سلامت باش برده. شما فارسی کب میزنی ما فارسی یاد نداره. ما مردمای هستی وطندار هستی ما فارسی هستی یاد نداره. شما فارسی میفهمی ما فارسی نمیفهمی. حتی پارتی نمیفهمی. شما فارسی میفهمی ما فارسی نمیفهمی. وطندار هستی وطندار سلامت باشه. بس است یادگان برو ما گازوران ترم ها کتو هم گابزن میرقم گابزن برو شما وطندار هستی. سایک مردم میخنده میگه خدای از خنده مردم. وطندار هستی دیگه وطندار زما وطندار دی ملګری مسافر دی وطن کې مسافر کې وطن په کانادا کې زندگی وکړي زندگی دنیا تو بگیرم بفتی به خدا قسم گپای بگم به خدا قسم هنرها به تو نشوندم خوب قسم میخورم هنرها نشوندم که بگاری او وقت نابغه گیر به تو ثابت کنم. هنوز که سر فیلم است فقط به تو گفتم دورش چوب باش به تو گفتم دنیا به تو گفتم که عجله در کار نیست اما منتظر باش کار باز میفهمی. به تو کم نشون میدم هنرها ها چرا هنرهای تو را من ببینم به خاطر تو عاشقم هستی جان جگر بخند خیلی مقبولی تو اشته لوکسی دنیا خندات رو خوش دارم جگر ما اشته مقبولی تو آخ جان اشته مقبولی تو خیلی مقبولی اشتانی تو تیری اشته مقبولی تو اشتانی او خوبی تیری آخ خلاص
چیم تو ساده شدی که مردم دیگه گپا فکر میکنی گپ میخوره. کسی که گپ بخوره دیگه گپا گپ نمیخوره. خش که چی خنده به این طرف خش است. دو نمیفهم طرفش با دو واسه طرف هم میگه you're the best in the world. Oh my god, let me screenshot که send you. مردم میگه the best ever, the best tiktoker of all time. پشتو گپ زدن خوش داریم. سلامت باشی. Oh my god, نابغه هستی به خدا. روز به روز بیشتر شده میری. سلامت باشی برادر. پرویز قلندر اولین بوس از کجای دنیا میگیری؟ از لبایش. پرویز جان تو چرا به فیلمای کار نمیکنی؟ تو خیلی لوکس هستی. سلامت باشی دختر. زهرا جان تشکر. زهرا جان مروه تشکر. بچه خوبی شدی امشب. بچه خوبی هستیم دیگه. سلامت باشی. ما پشتو نمیفهم فارسی نمیفهمه. ما نمیفهمیم برادر. آفرین عزیزم. سلام قلندر. سلام به علی بابا. بچش جور باشی. سلامت به علی بابا. بچش تو همیشه میای بچش. هیچ چی قصه تو مفت است به خدا. نه گوله، نه چوله، نه خایه، نه گوزه، نه چوسه، نه اصلا هیچی. نه سلام، نه علیکی. هیچی کشاده متخانه بزدی گوله. کشاده میت گوله. سارا علی بابا بزن. علی بابا بچش گولا رو بزدی. سارا جان یک کلاه بزن دیگه. سارا جان سولجار تشکر. سارا میرا گیم ما که تو خوب پیش نمیره. ها؟ گیم تو که ما خوب پیش میره. گیم ما که تو خوب پیش نمیره. We are wrong person. تو بقیه گیم هستی. تو وعده کردی. سارا جان کلاه بزن. سارا جان از این کلاهی که به سر من است کلاه بزن. سارا جان ای کلاه نزنی باز من به شما یک کلاه درست میکنم. شما پیش من بیای سارا جان من به شما کلاه درست میکنم. سارا جان چطوری خانم خوشگل شما ایلونی دیگه اون شب اومدی به لایف من خیلی دختر خوبی بودی ها. یک کلاه بزن کالشو ببریم دیگه خانم. جوجه شیر بزن دیگه بابا. دختر خوشگل ایلونی جوجه شیر بزن. ایلونی ها خیلی دیگه کاله بال شما دیگه کاله بال شده. بیزنس داری دیگه خانم. بیزنس داری خانم. یه گل بزن. تو را چی گرفت؟ گپ میزنی؟ اوکی مچو